وقتی که من تلفن تا گیر میکنم که تو که یک دانه بچه دیگه فهمیدی ویدیو کال کردی و این کارهای دیگه کردی، باز من میگی تو اومدی مردم میگی که دیگه نفر در رابطه بوده، که 100 تا دیگه در رابطه بودی. فکر نکن که من ثبوت ندارم. باز اگه دانو مرا واس کنی از این کلمات رو بیان میکنم تو امروز من عزت آبروی حفظ کردیم، فهمیدی؟ یعنی ام خواستی که بدنامی را سر ما پرتی، گپ نیست. من 2 تا ویدیو پست کردم، 4 تا مردمی که از خود خور و عزت آبرو داشتن و دیدن درک کردن و ویدیو را دست به دست کردن. وقتی که اول این رقم بیاب شدی اومدی کلاگیره میگی که تجربه دار بود، من چون فلان بود بستلان بود. پدر نالد روزی که من امریکا آمدم من نام خدا به کلگی معلوم بودم که من چی رقم دختر بودم. من روز اول که امریکا آمدم یعنی ویب اسم اینی رو نداشتم، فهمیدی؟ تو بودی که به من ویب دادی، سیگرت دادی، تابلت دادی، ای دادی، او دادی. زندگی ما تو اینی بود. تو به من نشه کردن یاد دادی، تو به من کدام کار خوب یاد ندادی، تو به من یاد دادی که من چی رقم از جانم عکس بگیرم، تو به من اینی کارا رو یاد دادی. وقت او بسیار یک دختر خانم پاک است، شما طرفداریش میکنید؟ من طرفداریش نمیکنم. وقتی که دختری رو نمیکنم. خداوند جزای عالم و آدم دنیا رو به دختر بده که خانواده‌اش هر در نفر که از این طرفداری میکنه از این دختر یا نه، من طرفداریش نمیکنم. اینم فکر کو اید بیخی نکردم، مزمل نکردم. ما در گردن خود ما کدیم اینمی کارا کتش، نه ما مزمل همین کارا کتش کدیم. ما میگم که من کدش اورسیون میکنم، دخترم کدم خوشش اورسی میکنم. وقتی که من تلفن تا گیر میکنم که تو که یک دانه بچه دیگه فهمیدی ویدیو کال کردی و این کارهای دیگه کردی، باز من میگیرم. یعنی واقعا جای تاسف است وقتی که میگن وقتی تیک تاک سر نمیکنم. اولش خب من تیک تاک های موانی نیست، باز میبینم به من میرسه. خب لا هبره که پشت من میگی مزمل جان واقعا تاسف میکنم، فهمیدی که تو 3 سال مامرای تور انسان 3 سال تور انسان آمده خانه ما آوردیم، نان او دادیمش، سگ رو از دست 4 تا کنی بی غیرت انسان ها من نجاتش دادیم. تو آمدی حال که او رقم انسان ها لایف میری و چی گپایی که پشت من هم میزنی. جای تاسف است. اولش خو اگه مرد هستی غیرت داری، تو یک روز خانه از خانه ما 15 دقیقه دور است، فهمیدی؟ بی غیرت انسان دنیم پای 15 دقیقه دور است. اگه میخوایی که گپ به مردم واضح بسازی، باز مرا خود من انت مرد بار بیار بگو دنم لایف ما میایم، باز من گپ میزنم، باز من مرد نامردش معلوم کنم کی فیلم کشید. سعیس تو خب مثلا همیشه یک چهره معصوم داری. متاسفانه از خود بانه ها زیاد داری. خب بسیار به گپ زدن که بگویی ویدیو را سر من انداختی، من قبول کردم، گفتم گپ نیست. پس آمدم امروز در تیک تاک ویدیو انداختم. کسایی که دست مرا میشناسه کلشون میفهمن که من پس آمدم با وجودی که تو ویدیو را تو بی غیرت انسان تو ویدیو را کشیدی، او را سر من انداختی. من گفتم برو سیس، من خودم کشیدیم. اوکی؟ اما دیگه روزش امروز شاسنا لایف میای 100 گپ دیگه به من میزنی، حالا به مردم میگی که در بغل دیگه نفر است. یعنی جوان اگه کدام آدم کاکه هستی تو مرد نیستی، فهمیدی؟ ما تا امروز عزت و آبروی تو رو حفظ کردیم. اگه من میال عکسای ما رو که تو به مردم روی کردی، باش امروز ایواز که تو در دونه یک 4 نفر میزدی، دونه یک تو رو چوب میکردی، تو امروز از با یک جای لالهب میگفتی اوکی تو اگه مردش هستی تو یک روز بیا لایف. من اگه خودم لایف اومدم باز من امروز تو گپ میزنم، تو بی غیرت انسان تو غیرت نداری که تو امروز من روبرو شوی یا امروز من آدم ور گپ بزنی، فهمیدی؟ تو از بس تابلت میخوری، تو از بس نیشه میکنی، آمدی به مردم یعنی مطلب چیز عزیز دل. من فامیلم تو زدی هم فامیل خود بدنام کردی، هم فامیل مرا بدنام کردی، میل شرمسار هستی. وقتی که دیدی که 1 4 تا ویدیو پست کردم، او را من کدام ویدیوی بی فیلتر کدام ویدیوی کنه تا پست نکرده بودم مثل خودت. اگر این میل گالری ما پر است، فهمیدی که ثبوت پست کنم. تو آمدی مردم میگی که دیگه نفر در رابطه بوده، که 100 تا دیگه در رابطه بودی. فکر نکن که من ثبوت ندارم. باز اگه دانو مرا واس کنی از این کلمات رو بیان میکنم. تو امروز من عزت و آبروی حفظ کردیم، فهمیدی عزیز دل؟ کوشش نکن دیگه که بیاری 1 4 تا لاودی بیاکلا سواد ندارن، گپ زدن نمیتونن، این میاله وارد لایف میاری تو کیره بازی میتیه. 3 و نیم سال تو همراه ما بودی، تو همراه فامیل ما یک جای بودی، کل بسته عمرت در خانه ما تیر کردی. بی غیرت انسان. اولش خود تویت نمیشرمی، باش آدم بیشرم، آدم واقعا تاسف است. میفهمی من میشرمم، میگم زیر زمین در رایم که کتور انسان ما بودیم. یعنی ما چطور طاقت دانستیم کتور انسان بودیم. آمدی به کل عالم به کل آدم در لایف آمده نفر گپ میزنه، میگه این دختر تجربه دار است. پدر نالد روزی که من امریکا آمدم
من نام خدا من به کلگی معلوم بودم که من چی رقم دختر بودم. فهمیدی ویدیوهای من است، من تو مثلا من ویدیو گرفتن یاد نداشتم. اگر صحیح یک آدم یک زرگک پیش خود عزت و آبرو داشته باشه، عزت و آبروی خور مادرش برش مهم باشه، اون ویدیو رو ببینم. ویدیوهای روز اول من که من در تیک توک پست میکردم من میبینم مثلا این لپسینگ یاد نداشتم چی برسه. من مزمل جان کوشش نکو که کدازی کارای وقتی که خواستی یعنی هم خواستی که بدنامی را سر ما پرتی گپ نیست. من دو تا ویدیو پست کردم، یک 4 تا مردمی که از خود خور عزت آبرو داشتن و دیدن درک کردن و ویدیو را دست به دست کردن. وقتی که اول این رقم بیاب شدی آمدی کلگی را میگی که تجربه دار بود، من چون فلان بود بستلان بود. کار نکو که من مسوجا را بکشم که باز من ثبوت کرده بکشم، من تو دانه ثبوت گپ بزنم. من تو رو بغیرت نیستم که من یک 4 تا مردگه و کد خود جمع کنم بهش یک دختر گپ بزنم. من آدم نشستم که من ثبوت گفته گپ میزنم، من گپ ناق نمیزنم. اولش دوم من روز اول که امریکا آمدم اینی ویب من اینی رو نداشتم. فهمیدی تو بودی که به من ویب دادی، سیگرت دادی، تابلت دادی، ای دادی او دادی. من کدی کی میگشتم مو بداره. من کی رو مشناختم در امریکا روز اول که آمدم. من آدم بودم که نه خیش داشتم نه قوم داشتم. از خاطر تو پاورنامه چی کارایی که من نکردم اول تو آمدی به مردم میگه که من تجربه دار بودم. واقعا جای تاسف است مزمل، جای تاسف است. خاندان غیرت تا اصلا نمیخوایم دانم امرای کسیب کنم. من تو را بسیار وقت پیش از زندگیم کشیدم. خب باز کسایی که مثلا میخوان که واقعا از زندگی من خبر شون، از احوال زندگی، از اینکه تو چقدر انسان پست هستی، به من دیگه هیچ مهم نیست. باز من یک روز خودم لایف میایم آدم وره غیرت داشتی اینجا خانه تا زنگت میزنم گرچه من نمبر تا بلاک دارم بخاطر که انسان سگ هستی. میفهمید نمیخوایم مثلا امروز دیگه هم کلام شون. تو یک انسان هستی که غیرت نداری. مثل میفهمی مثل زنا رو در پشت مردا پد میشی، مثل که سوالا در پشت ما پد شده بودی. اینم تو یا اصلا جای تاسف است برات. اگه یک ذره غیرت داشته باشی خودت میری عزت آبروی خودت خودت حفظ میکنی، نه که یک 4 تا لودی دیگه رو بیاری. کی را میترسونی؟ فکر کردی من در قصه مردم هستم؟ مردم است که فکر کو امروز میاین در پشت تو ترسی سبا روز تو در یک مقام و منزلت برسی اونمو مردم خدا هیچ کس مثل تو بیا به عزت نکنم زمان جان که تو فعلا من اگر بگویم پیش خود بگویم والا اترس مردم پشت من تو میگه این دقیقش هم نیستم. فهمیدی مردم گم میخوره. من اولا که تیک تاک میامدم هیچ کار مرا مردم ندیده بود. میامد کل کامنتای مرا میدید دلیل به خاطر دلیلای ناق آل خو یک برشان استخوان انداختی استخوان انداختی اینا خب بیاد یک بانه یافتن که گپ بزنن. برای من هیچ وقت گپ مردم مهم نبوده. فهمیدی این گپ مردم نیست که مرا میسازه، این فکر و ذهن خودم است که مرا در یک جای میرسونه. تو امروز من اگه اشتباهم کردی فکر کو من اینال من بر تو بسیار خود عقل گرفتی، تو بسیار خود غیرتی میگیری. اینال من دانه مساجا رو میکشم که تو امرای شاسنا من کل چیز قبول کردم. اوکی کل چیز قبول کردم. گفتم سه سنی کار ما کردیم. من گردن از بس که مرا خسته ساختی من گفتم اوکی کل کار ما کردیم، فقط برو از زندگی من گم شو. چی کردی؟ مرا در گروپای ناقد کردی. امرای شاسنا جان من امروز مشکل ندارم. خب خودشون میفهمن که من امروز مشکل ندارم. او را به من لایف آوردی مچم که کمر زیبوریک است فلان است بستلان است. تو ایت نمیشرمی که عکسای سابقه من روز اول که من امریکا آمدیم در مکتب تو عکس‌ها را گرفتی و مردم رای کردی. من دانه اسکرین شات گرفتیم. بچه تو بسیار کسشیر ناق میزنی، تو فقط گپ زدن یاد داری. یک آدم نیستی که فکر کو شکر خدا من بسیار شکر میگشم که خداوند میگه یک شر بخیزونه که به خیر یک بندیش باشه. من از خاطر تو اینا نیشه کل چیز ایلا کردم. من بسیار یک آدم فکر کو از خاطر تو من با خدایم بسیار دور شده بودم، پس نزدیک شدم. گفت نیست آوردی از بس تابلت میخوری اینی میخون بینی عقلت نمیرسه. میفهمی گپه هیچ نمیفهمی. یک کار میکنی عاقبت از اون کار هیچ نمیسنجی. فکر کو اومده بودی نیشه بودی تابلت خورده بودی با کلگی معلوم است من عکسش کلش ما اسکرین شات کردیم. خب من آدم نیستم که من مثل زنان رو برم غوغا کنم. خب یا کلش هم نگاه کرده بودم چون میفهمیدم که یک روز تو که پس انسان هستی. وقتی که او ویدیو رو رقم کشیدی کل چیز تومت سرما کردی. من میفهمیدم که حتما او اسکرین شات ها یک روز به درد میخوره. فکر کو اسکرین شات ها رو گرفتی نیشه بودی خر وره یعنی چی رقم عکس رو به مردم نکشیدی. اونجا مردم درباره
ما و تو خودت هم دم میزنن، میفهمی تو را کدام آدم خوب حساب نمیکنن، خودت در پیشوی خودت دم میزنن. خر بری نشستی گرفتی بر از با دیگه چیزا رو روی کردی سایس. او فیلم ما کشیده بودم، او فیلم ما کشیده بودم. تو گوشه کی کشید؟ تو گوشه کی کشید؟ عکس فامیلی ما را گرفتی با کل عالم روی کردی. خود چی کس از پدر مادر خود میشرمه؟ من قدر غیرت داشتم که من تا امروز مثل تو ره بی غیرتی نکردم که برم لایو برم یا برم به 4 تا دیگه که در 4 سر دنیا اصلا کمک از و به من چیز نمیرسه که و لایو برن یا کدام گپ دیگه برای من بزنن. اصلا از من چیز کم نمیشه و نشده. تو بر از نو میری سگ و غوغا میکنی، میخوای که نومت در کارا میکنی. نه یعنی قسمه که گفتم من رفتم امروی پدرت مسیج کردم، گفتم موبیلت ای بچه تا جمع کن. 3 دفعه اینم تو بچهش مسیج کردم. خب دفعه آخر خود پدرت نه بر من میگه من بچه میخواد لب کردیم. یعنی من ایراد رفتم وقتی که پدرت دیگه پزد چی میگفتم تو رو والا من تا دیگه یعنی از من چی میخوایی مثلا جان؟ تو با وجود اینقدر گپام هنوزم اومدی از خود دفاع میکنی. چی رو دفاع میکنی؟ ما در رابطه که چند نفر دوگان بودیم. اوکی سعیس تو بسیار از انسان پاک هستی، انشالله دیگه بسیار پاک هستی مثلا جانانی، بسیار زیاد پاک هستی. خود پیش مردم خوب بکش. اوکی گپ نیست، تو پاک هستی عزیز دل. دیگه بعد از این من خاندان کل گیرگن هیچ از من کس دفاع نکنم. من ضرورت به دفاع کس نداشتیم. من در 3 سال من در 3.5 ساله که من امروی تو بودم مردم نبود، کس از قصه من خبر نداشت. امروی من خدایم بود. فهمیدی کسی که از من محافظت میکنه نگهبان من بالای سرم است. من اصلا باید ای که مردم از من دفاع کنه نکنه مردم هیچ مهم نیست، مهم نبوده. من باید کمک مردم نیاز ندارم. مردم من کدام کمک خاص نمیتونن. تو امروز اگر من مردم تیک تاک های من دیده باشه من از خود خوردیم، از خود فکرت هست من از پیسی تو یا تو میای مرا میگی که من تو را کالا پوشیدن یادیم. شکر خدا من کالای من اگر من ببینیم من همیشه کالای من خودم تکراری پوشیدیم اما از پیسی مردم نکردیم. من فهمیدی من از پیسی کردم باز نیستم که من از هرکس ترس داشته باشم، من از چیز ترس داشته باشم. اوکی تو برو غم خود بخور که وقتی که میخوای یک شر شروع کنی اولش بسن که چی میکنی. خب با گذشته فکر کن. تو از بس نیشه میکنی اصلا گذشته تا فراموش کردی عزیز. بسیار بل شرم است. تو برو گذشته تا یک بار مرور کن که چی گوخوریا کردی. باز اگه نالی دیگه ضرور نیست راستش مردم ضرور نیست که دیگه بیای از من دفاع کنن. بریم کلتان از مزمل دفاع کنید. مزمل یک بچه پاک است، مزمل یک بچه خوب است. انشالله مزمل خداوند جزایش میده. اما تو که فکر کن من در یک ویدیو من در 2 ویدیو که من پست کردم، من هنوز ویدیوهای دیگر هم من پست نکردم که من میخواستم دیگه ویدیو هم پست کنم. من بخیر کلش استاپ کردم. یعنی در 2 ویدیو تو قد بیاب شدی مزمل. شرم از برات. برو بشرم، برو زار بخور. کوشش نکن دیگه که بیایی مثل که بیغیرتا رو که گرفته بودی نمبر پدر من رو به کل عالم به کل بچه ها دادی. من چه مردم میگه و مادرم میگه او بدر از من چی کم میشه. این کار تو میگی سیاس ما میتونم نمبر ننم آقای از کل قوم میتونه تو این مجازی بانم که چی باز من چیز زیاد میشه. نه شرم از. برو زار بخون زمین، برو زار دیدی گفتن نمونه تو از آدمایش هستی. تو فکر کن تو از آدمایش هستی که با کل عالم گفتی که من در خانه امن آوردیم، من برازی کارخانه میتم، من اتو میکنم در حالی که تو یک انسان بی‌غیرت هستی که من را از فامیلم جدا کردی. اوکی من را از فامیلم جدا کردی، پیسه و تلا تو به من ندادی، خانه دونت ثبوت دارم مثلا جان. تو رفتی از رفیقت قرض کردی. خب تو از رفیقت قرض کردی، قرض از اون مسکینه تو امروز تو ندادی. باز من در کرایخانه که آمدیم شکر خدا اگه من بگم که من دروغ میگم امی استیتمنت بانکی من دروغ نمیگه. خب اینجا من کلش از من نشان میده که ما چقدر به خاطر رنت پی کردیم از روز اول که آمدیم از کدام تاریخ. کل گپای دروغ است عزیز دل. کوشش نکن که بای دروغای مرا بد بکشی. من اگه بدم باشم به تو چیز نمیرسه. فهمیدی؟ دیگه کل مردم مثل که اینا من بسیار کامنتار میبینم مردم مرا دم میزنن، مردم مرا بسیار گپای خراب میگه که چی من مردم از من چیز کم میشه. نه من زندگی مکبر رو ایستم، هیچ بر من مهم نیست. گپ مردم گفته یگان تا مردم ما خوشو کرده تو یک مردم است که
از خود دیده ندارن. خب اصلا منطق ندارن. یکی که خوبم باشه میرن تو ذره او را سعی میکنن که از او یک نقطه خراب یافت کنن، باز میاین او را به کل عالم تانه میتن. اولش کو مقصد متوجه باش که امروز چی رقم آدم خودم میزنی، یگان تا به خداش بسیار نزدیک می باشه. ضرور نیست که یک آدم 24 ساعت 5 وقت 8 وقت نماز بخونه بخیزه اصلا این گپا مهم نیست. تو که در دلت پاک نباشی، یعنی تو که 100 شب تا صبح نماز هم بخونی و نماز تو قبول نمیشه، فهمیدی؟ تو بیشی برازی فکر کو که به خاطر تو من چقدر بیاب شدم. من فکر کو تو به کل عالم گفتی که ما چه ما کار میکردیم. نه ما چه این خیلی گنگ شدم از بس که تو آدم گنگ گل میکنی. یعنی کل عالم گفتی که من برای خرچی از ایره میتونم، در حالی که من 3.5 سال پیش تو هیچ گم نداشتی، میفهمی؟ هیچ چیز نداشتی. بر من یک تا نفر دیگه بود. من امروز تو بودم، ما شب تا صبح اگه یادت باشه ما اوبر میکردیم، من چم دوردشت میکردیم، چی میکردیم، بازورم صبح پشت شکلش نشان میکردیم. یا زندگی ما تو اینی بود. تو به من نشه کردن یاد دادی، تو به من کدام کار خوب یاد ندادی، تو به من یاد دادی که من چی رقم از جان مکس بگیرم، تو به من اینی کارا رو یاد دادی. تو به من کدام کار خوب یاد ندادی. کل اومدی You're tough nigga. Get the fuck out. دلیلش هم شاید بخاطر ازی باشه که تو کارا رو که کردی بیدوی 1.5 سال پیش، 1.5 سال نمیفهم چقدر وقت پیش دفتن برآمد. چرا؟ چون من از تو جدا شدم. بخاطر که آگاهی من، یعنی یک آدمی که آگاهی نداشته باشه، خود نشناسه، اصلا از دیگه دنیا خبر نداشته باشه که دی دنیا اصلا این دنیا ختم نمیشه، یه چیزش مکمل نباشه، of course عاقبتش مثل عاقبت من است. من اگر از روز اول من میفهمیدم که یک انسانی که نشه میکنه او چقدر آگاهیش پایین میایه، چقدر داون میشه، به زمین میخوره. یعنی تو رو والا من قدر بیعقل بودم. of course روزی که من فهمیدم، من هوشیار شدم، من در عقل هوش خود آمدم که ای چی جریان داره، چی گپایی که در دنیا نیست تو سر من توبیس کردی. من مجبور شدم که یک انسان فکر کنم مجبور شدم من مویم از این قسمت من ماشین کنم که در پشت کلیم که من تا هوشیار شدم. پس سر من در عقل هوش خود آمدم، آگاهیم بالا رفت دیگه. که تو گرچه رفاقت بحث نکردم با وجود از اما من گفتم اوکی دوست نباشیم، اما تو انسان پس تو رفتی چی کارایی که نکردی، آمدی حالا این رقم گپا میزنی. واقعا آدم میفهمی، یعنی دل یک کافر به حال یکی میسوزه. اما تو انسان بودی که تو وقتی که من را دنمی حالت میدیدی، دنمی حالت که من میشه میامدم برات میگفتم اینو ترست تو میامدی من را یک دیوانه میکشیدی. روزی که من در عقل اوش خود رسیدم، من آگاهیم بالا شد، فهمیدم که این کارا اصلا فایده نداره، تو زندگی تمرای خودت دستای خودت نابود میکنی. وقتی که من یک آدم شدم چیزی اصلی تو را دیدم، تو رفتی اینو تو کارا کردی. از تو گله نیست مزعمل، از تو هیچ گله نیست. تو اف کورس باید این کارا را کنی. توی که نامبد شدی از من که در من ایمیل شاید اگر من بگم من نامبد شدیم شکر خدا، من پیش خدا این سرم خم نیست، مثل تو انسان نیستم. تو اصلا در روز آخرت چی جواب میدی؟ تو تا آخر عمر بدبخت هستی مزعمل. ایران بفهم که تو تا آخر عمر بدبخت هستی انسان پست.